بهداشت توی کسی رعایت نکنه، دستور پزشک رعایت نکنه، چه اتفاقی برای بدن میفته؟ بدن در فشار قرار میگیره دیگه، درسته؟ روح رو هم اگر انسان رعایت نکنه دستورات رو، قطعا در فشار قرار خواهد گرفت. میشه فشار قبر، میشه جهنم، میشه عذاب. پس در واقع بهشت و جهنم محصول چی هستن؟ محصول نفس خود ما هستن، ظهورات نفس ما هستن. ما کارمون این هستش که در دنیا با تربیت فشار رو از نفس چیکار کنیم؟ برداریم و به شادی برسیم و آرامش. انسان یه مدتی میخواد پاش بشه درونش، روحش، یه مدتی به این اسم توسل کنه، روزی یه مقداری از این اسم رو بگه، یا مطهر یا مطهر یا مطهر بگه، خود پاکم. انسان وقتی با این اسم اونس میگیره یواش یواش درونش چی میشه؟ پاک میشه. شما الان مصاحبه های قهرمانان جهان رو که بخونید یا ببینید، میگه من 4 سال زحمت کشیدم تا به اینجا برسم. ما میخوایم مثل خدا بشیم. شما 1000 اسم سر و کار دارید، هر کدوم از این اسم‌ها یک شدنه. وقتی میخوایم رو اسم کار بکنیم، انسان باید با اون اسم خلوت بکنه، با اون اسم تمرین بکنه، کار بکنه، معاشرت داشته باشه تا اون اسم در وجود او تحقق پیدا کنه. یعنی از دانایی به چی برسه؟ به دارایی برسه، یعنی کمال ظهور کنه درش.